محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم وأهلك أعداءهم واحشرنا معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبقى وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. اللهم سرحني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله
يا أبتا من الذوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألؤ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. حبیبه خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید یه روز پدرم بر من وارد شد، فرمود فاطمه جان ضعفی در بدنم احساس میکنم. گفتم بابا به خدا پناه میبرم از ضعف شما. فرمود که سایمانیمو بیار مرو به او بپوشان. میگه رفتم که سایمانی رو آوردم برش پوشانیدم. یه وقت دیدم صورتش مثل ماه شب 14 میدرخشه. فما كانت الا ساغا و اذن بولدی الحسن قد اقبل و قال السلام علیک یا اما فقلت وعلیک السلام یا قرة عینی و ثمرة فؤادی. فقال یا اما انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة جدی رسول الله. فقلت نعم ان جدك تحت الكساء. فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. چیزی نگذشت حسنم وارد شد، سلام کرد، جواب سلامشو دادم. گفت مادر بوی خوشی به مشامم میاد مثل بوی جدم رسول خدا. گفتم بله زیر کسا قرار دارم. جلو رفت سلام داد به رسول خدا. عرضه داشت آقا اجازه میدید منم بیام با شما باشم. آقا جواب سلامشو داد، فرمود اجازه دادم. وارد کسا شد، کنار رسول خدا زیر کسا قرار گرفت. فما كانت الا ساغا و اذا بولدی الحسن قد اقبل و قال السلام علیک یا اما. چیزی نگذشت حسینم اومد، سلام داد،
فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. جواب سلامشو دادم، سلام پسرم، سلام نور چشمم، میوه دلم حسین جان. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة. و هم گفت مادر بوی خوشی به مشامم میاد، کانها رائحة جدی رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساب. گفتم بله، جد شما با برادرتون زیر کسا قرار دارند. فدن الحسین نحو الكساب وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الکسا؟ جلو رفت سلام داد به رسول خدا، عرضه داشت آقا اجازه میدید منم بیام با شما باشم؟ فقال وعليك السلام يا ولدي و یا شافع امتی حسین جانم، قد اذنت لك. فدخل معهما تحت الكساب. حسینم هم وارد شد، زیر کسا قرار گرفت. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين. علی جان در همین حال علی مرتضی وارد شد، سلام داد، جواب سلامشو دادم. فقال یا فاطمه انی اشم عندك رائحة طیبة كأنها رائحة اخی و ابن عمی رسول الله. علی مرتضی فرمود فاطمه جان، نزد تو بوی خوشی به مشامم میاد، مثل بوی برادرم و پسرم رسول خدا. فقلت نعم، گفتم بله، ها هو مع ولدیک تحت الکساب. آقا با دو تا فرزند شما زیر کسا قرار دارند. فاقبل علی نحو الکساب وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ علی مرتضی هم جلو رفت، سلام داد به رسول خدا، عرضه داشت آقا اجازه میدی منم بیام با شما زیر کسا باشم؟ قال له وعليك السلام يا أخي
یا وسیعی و خلیفتی و صاحب لوایی قد اذنت لک. جواب سلامشو داد: سلام برادرم، سلام وسیع و جانشین من، سلام صاحب لوای من علی جانم. بله اجازه دادم. فدخل علی تحت الکساب، علی مرتضی هم داخل شد. ثم اتیت نحو الکساب و قلت السلام علیک یا ابتا. بیبی میفرماد منم جلو رفتم، سلام دادم به پدرم: السلام علیک یا ابتا یا رسول الله، اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساب. بابا اجازه میدی منم بیام با شما باشم؟ قال و علیک السلام یا بنتی و یا بذاتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساب. بابا جواب سلاممو داد: سلام دخترم، پاره تنم، فاطمه جانم. بله اجازه دادم تو هم بیا. منم داخل شدم، زیر کسا قرار گرفتم. فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساب اخذ بی رسول الله بطرفی الکساب و اومع بیده الیمنا الی السماء و قال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی و خاصتی و هامتی، لحمهم لحمی و دمهم دمی، یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم. انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم و عدو لمن عاداهم و محب لمن احبهم. انهم منی و انا منهم. همین که همه زیر کسا قرار گرفتیم، پدرم دو طرف کسا رو جمع کرد، در دستش گرفت، با دست راستش به طرف آسمان اشاره کرد، گفت خدا اینا اهل بیت منن، خواص منن، حامیان منن، گوشت اینا گوشت منه، خون اینا خون منه. هر که اینا رو اذیت کنه من آزرده. خدا من سر جنگ دارم با هر کسی که با اینا سر جنگ داره، در صلح و سازشم با هر کسی که با اینا در صلح، دشمنم با دشمن اینا، دوستم با دوستان اینا. آخه اینا از منم، منم از اینا هستم. انهم منی و انا منهم فجعل
اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك وليب عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. دعاشون کرد رسول خدا. فقال الله عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء. خدای متعال خطاب به ملائکه بود. ساکنین آسمانهاش فرمود همتون بدونید خلق نکردم آسمان و زمین رو، خلق نکردم ماه و خورشید و افلاک و دریا رو مگر به محبت این 5 نفری که اینجا زیر کسا قرار داره. هرچه آفریدم به جهت دوستی ایناست. الذین هم تحت الکساب. فقال الامین جبرائیل یا رب و من تحت الکساب. جبرئیل عرض داشت خدا اینا کیان زیر کسا قرار دارد که هرچه آفریدیم به جهت دوستی اینا آفریدیم. حالا خدا میخواد معرفی کنه جواب جبرئیل رو بده. فقال عز وجل هم اهل بیت النبوة. جبرئیل اینا اهل بیت نبوتن و معدن الرساله، اینا مرکز رسالتن. بهتر برات بگم هم فاطمه و ابوها و بعلا و بنوها. هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. جبرئیل اینا فاطمه و پدر فاطمه، شوهر فاطمه، 2 فرزندان فاطمه، همشونو با فاطمه معرفی فرمود خدای تعالی. شاید میخواست بفرماید هرچه آفریدم به خاطر فاطمه. فقال جبرائیل یا رب اتأذن لی ان اهبط الی الارض لاکون معهم سادسا. جبرئیل عرض داشت خدا اجازه میدی منم برم با اینا باشم؟ فقال الله نعم. خدا فرمود بله قد اذنت لک، اجازه دادم. فابت الامین جبرائیل.
جبرئیلم فرود اومد و قال السلام علیک یا رسول الله العلی الاعلی یقرأک السلام و یخصک بالتحیة والاکرام و یقول لك و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي یا رسول الله اجازه گرفت فرود اومد خدمت رسول خدا عرضه داشت خدا سلامت میرساند فرموده هرچه آفریدم به خاطر شماست به منم اجازه داده بیام با شما باشم آیا شما هم بهم اجازه میدید یا نه با این که از خدا اجازه گرفته تا رسول خدا اجازهش نده وارد نمیشه فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه ناب قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساب بیبی میفرماد جبرئیل هم اجازه گرفت وارد شد با ما زیر کسا قرار گرفت فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وارد شد آیه تطهیر رو برا رسول خدا خواند انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساب من الفضل عند الله علی مرتضی سوال کرد از پدرم آقا خبر بده چه فضیلت و شرافتیه در بودن ما اینجا زیر کساب از فضل خدای متعال فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا رسول خدا داره جواب میده که چه شرافت و فضیلتیه قسم به اون خدایی که مرا به پیغمبری مبعوث کرد و اصطفانی به رسالت نجیا ما ذکر خبرنا في محفل من محافل اهل الارض و فيه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه و عفت بهم الملائکه و استغفرت لهم
الی ان یتفرقوا. جواب داد رسول خدا علی جانم این حدیث بین دوستان و شیعیان ما در محافل و مجالس روی زمین خونده نمیشه مگر این که اگر خونده شد رحمت خدا برشون نازل میشه. واستغفرت لهم، براشون طلب مغفرت میکنن. به به چه شواله امشب. واستغفرت لهم الی ان یتفرقوا. امیدوار بودیم اما امشب امیدمون خیلی بیشتر شده. وعده یا رسول خدا حق، وعده خداست. اونایی که چشم دلشون بازه حتما الان میبینن ملائکه دورتونو گرفتن و دارن طلب مغفرت براتون میکنن. الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه و استغفرت لهم الی ان یتفرقوا. فقال علی اذن والله فزنا و فاز شیعتنا برب الکعبه. علی مرتضی عرض داشت به خدا رستگار شدیم ما، رستگار شدن شیعیان ما. فقال النبی ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا و اصطفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا ذاب فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا و فیهم مهموم الا و فرج الله همه. دوباره رسول خدا فرمود علی جانم قسم به اون خدایی که مرا به پیغمبری مبعوث کرد برای نجات بشریت انتخابم فرمود. این حدیث در بین دوستان ما در محافل روی زمین خونده نمیشه مگر این که اگر خونده شد هم و غمشون و خدا برطرف میکنه. و کشف الله غمم ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجتم. حاجتمندی بینشون باقی نمیمانه مگر این که خدا حاجتشو برمیاره جواب میده. بگیم خدا اول خواستمون فرج مولامون امام زمانه. خدایا دیگه موانع فرجش برطرف بفرما امام زمانمون به ما برسان. خدایا همین الان با مژده ظهور و فرجش دلشو شاد کن. ما رو جز یاران خوب حضرتش قرار بده. اعمالمون به امضای قبولی حضرتش برسان. چشمانمون به جمال دلاراش روشن کن. خدایا
هممون از شر فتنای آخر الزمان در دایره امنیت و لطفش قرار بده. خدایا مریضامون شفا عنایت بفرما، امراض ظاهر و باطن هممون عافیت ببخش. خدایا آنچه به خوبان درگاهت امشب عنایت میکنی به ما هم عنایت بفرما. خدا آنچه نگفتیم و نیازمندیم به ما عنایت بفرما. امشب هممونو مورد رحمت و مغفرتت قرار بده. ولا طالب حاجت الا فقد الله حاجتا فقال علی اذن والله فزنا و سعدنا و کذالک شیعتنا فازوا و سعدوا فی الدنیا و الاخره و رب الكعبه